درآمد به ازای هر 1000 بازدید از یوتیوب چقدره؟ این سوالیه که کسی که میخواد یوتیوب رو شروع بکنه حتما تا الان بهش فکر کرده و دنبال جوابشه. من توی این ویدیو میخوام این سوال رو جواب بدم. درآمد از یوتیوب به 4 عامل بستگی داره که به نظر من چهارمی از همه مهمتره و توی این ویدیو قراره 4 تاشم بهتون بگم. مورد اول موضوع کانال شماست. هر چقدر موضوع کانال شما تخصصی تر باشه و اون جامعه هدفی که نگاه میکنن ویدیو رو، مخاطبایی که نگاه میکنن مخاطبای خاصتری باشن، یعنی افراد کمیاب تری باشن، درآمد شما به ازای هر 1000 بازدید بیشتره. مثلا چی؟ مثلا آموزش پزشکی، مثلا آموزش گرافیک، فتوشاپ، پریمیر. چند درصد آدما حاضرن آموزش فتوشاپ نگاه بکنن؟ چند نفر دنبالشن؟ خیلی کمه نسبت به کسی که ویدیوی فان نگاه میکنه، نسبت به کسی که ویدیوی بازی نگاه میکنه، گیم نگاه میکنه. و همین دلیل درآمد اونا بیشتره. البته فقط این نیست. وقتی شما میخواید توی یوتیوب تبلیغ بدید، یعنی شما به عنوان شرکت میخواید توی یوتیوب تبلیغ بدید، میتونید یک سری فیلترها رو تعیین بکنید. یعنی مثلا بگید ویدیوی منو فقط مردا ببینن، فقط افراد 18 سال تا 40 سال ببینن، فقط افرادی که از کشور آمریکا هستن ببینن، فقط کسایی که به کامپیوتر علاقه دارن، فقط کسایی که خیلی مثلا بازی میکنن. همینجور فیلترهای زیادی داره. هر چقدر این تعداد فیلترها رو بیشتر بکنید، تعداد آدم‌هایی که هست میتونن تبلیغ شما رو ببینن کمتر میشه و اینجوری درآمدش، اون شرکتی که میخواد تبلیغ بده مجبور پول بیشتری بابت هر ویو پرداخت بکنه. یعنی مثلا شاید برای هر 1000 بازدید 20 دلار 30 دلار هم حتی اون شرکت بده. به همین خاطر وقتی موضوع کانال شما مثلا آموزش فتوشاپه و مخاطباش خیلی کمتر از یک کانال فانه، درآمد شما به ازای هر 1000 بازدید بیشتره. دومین مورد آی پی مخاطبای شماست. کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلیس، فرانسه، اینا کشورهای آلمان، اینا کشورهایی هستن که اگر تبلیغ شما رو نگاه بکنن درآمد خیلی بیشتری میدن نسبت به کشورهای هند و مثلا پاکستان و افغانستان و اینا. چرا؟ چون این کشورهای ثروتمندی هستن، کشورهای صنعتی هستن و مردمش خیلی راحت‌تر پول پرداخت میکنن. به همین دلیل شرکت‌های تبلیغ دهنده فوکوس میکنن روی این کشورها تا میزان فروششون بیشتر بشه. پس اگر شما ویدیوهاتون جوریه که فقط آدم‌های هندی و افغانستانی و پاکستانی اینجور کشورها ویدیوهای شما رو نگاه میکنن، قطعا درآمدتون خیلی پایین‌تر از کسیه که ویدیوهاش آدم‌های آلمانی، آمریکایی، کانادایی نگاه میکنن. پس اینم خیلی تاثیر داره. ممکنه اگر مثلا 1000 نفر آدم آمریکایی ویدیو شما رو نگاه بکنن، ممکنه 10 دلار 20 دلار درآمد داشته باشید. اگر 1000 نفر آدم هندی نگاه بکنن، شاید نهایت 1 دلار نیم دلار درآمد داشته باشید. سومین مورد این لیست نوع تبلیغه. یعنی چی نوع تبلیغ؟ ببین احتمالاً تو یوتیوب دیدین یه سری تبلیغ هستن بعد 5 ثانیه میتونی ردشون بکنی، دکمه اسکیپ رو بزنی. بعضی از تبلیغات رو مجبوری تا آخر نگاه بکنی. بعضی تبلیغات زیر ویدیو میان، حالت یه نواریه. بعضی تبلیغات کنار میان. اینا درآمدهای مختلفی برای یوتیوبر دارن و نمیشه مثلا بگی که دقیقاً انقدر، چون تبلیغاتی که نمیشه رد بکنی باید تا آخر نگاه بکنی، درآمدش خیلی بیشتر از تبلیغی که میشه ردش بکنی. چهارمین مورد تعداد تبلیغات روی ویدیوه. اگر ویدیو شما بالای 8 دقیقه باشه زمانش، میتونید هر چند تا که دلتون میخواد تبلیغ بذارید. اما اگه زیر 8 دقیقه باشه فقط یه دونه میتونید بذارید، اونم اول ویدیو. و این خیلی تاثیر داره. اگر 1000 نفر ویدیو شما نگاه بکنن یه تبلیغ رو ویدیو باشه، مثلا اگر 5 دلار بده 2 تا تبلیغ باشه 10 دلار میده، 3 تا تبلیغ باشه 15 دلار. به همین دلیل گفتم چهارمی از همه مهمتره.